سلام خدمت شما مخاطبین خوب وارش اسپورت. من علیرضا هستم در کنار بابا کرم. دوست دارم. علی جان تو هم سلامی داشته باش با مخاطبین خوب وارش اسپورت که این هفته رو شروع کنیم. منم سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبین وارش اسپورت، هواداران داماش، با یه قسمت دیگه از برنامه وارش تاک در خدمت شما هستیم. امیدوارم که برنامه خوبی باشه. خدا رو شکر بالاخره آره بعد یه برد یکم انرژی داره آدم حرف بزنه. خب می‌خواستی یه توضیح اول بدی؟ آره علی جان، ما بازی قبلی رو مثل هر بازی دیگه ای که توی این فصل پیش بردیم می‌خواستیم به صورت لایو پخش کنیم. تا رسید به روز بازی گویا آقای زحمتکش یک نامه‌ای زدن به هیئت فوتبال که هیچ رسانه‌ای حق نداره حضور داشته باشه و خودمون هم گفتن که نمی‌خوایم لایو بگیریم، یعنی خود باشگاه هم اعلام کرد که نمی‌خوایم بازی رو پخش کنیم. درست. این دلیل حالا کار نداریم که درسته این تصمیم یا غلطه، به نظر ما که غلطه، ولی حالا به این قسمتش کاری نداریم. گفتیم خب چیکار کنیم؟ ما بیایم یک ارتباط صوتی رو با استادیوم برقرار کنیم. علی هاشمی از اونجا بازی رو به صورت صوتی گزارش کنه. اومدیم این بازی رو به صورت صوتی توی یوتیوب پخش کنیم. خب خیلی ها از این قضیه استقبال کردن، لایک کردن، کامنت های بسیار مثبتی برامون گذاشتن. یه عده شروع کردن به یک سری حرفا رو زدن که آقا شما چرا بازی رو دارید پخش نمی‌کنید؟ شما اگر می‌خواستید می‌کردید. نمیدونم این حرفا. خب ببینید دوستان عزیز، دوستانی که البته دوست که چه عرض کنم، آدم از دشمنش انتظار داره چنین چیزهایی رو بشنوه، ولی واقعا نمیدونم چی بگم. حالا کار نداریم. خب ما که خوشمون میاد بیننده‌های زیادی بیان ببینن بازی رو، ما که بعدمون نمیاد از این قضیه و ما هم که اینجا به صورت غیر انتفاعی کاملا داریم کار میکنیم، یعنی هیچ منفعتی هم که داریم از این قضیه نمیبریم و این لایک هایی که میاد، این کامنت هایی که میاد، این سابسکرایبر هایی که اضافه میشن تنها دلخوشی برای ما ایجاد میکنن دیگه. غیر از این هم فکر نمیکنم باشه برای تو و بقیه بچه‌ای که اینجا هستن. اینجور کامنت ها خب واقعا باعث دلسردی یا مثلا میگم پیش میاد اون حالا توی استادیوم هستیم یا توی دفتر هستیم، اینترنت دچار مشکل میشه. اینترنت مملکت هم که وضعیتش رو دیگه خود شما بهتر از ما میدونید. اینا واقعا چیزایی نیستن در دست ما باشن و اینجور کامنت ها زیاد خوب نیستن و باعث دلسردی عوامل وارش اسپورت میشن. حالا تو هم اگر توضیح در این مورد داری بگو که دیگه از این قضیه حالا رد شیم. زیاد واقعا مهم نیست. هر چیز اصلا توی روزهای منتهی بازی ما هیچ صحبتی در مورد پخش زنده اولا نداشتیم. اصلا هیچ اعلام نشده بود قرار پخش بشه. حتی خبرایی هم که میومد اینه که از هر گوشه کنار میومد میگفتن اصلا این بازی پخش نمیشه، اجازهش رو نمیدن. حالا بیار میگفتن اون روز آنتن و نمیدونم حالا آپارات که نبود اما آنتن بود، گفته بود میخواد پخش کنه، مثلا لینک گذاشته بود ولی اونم آخر پخش نکرد تا چک کردم. کلا هیچ چیز قطعی در موردش وجود نداشت. با این حال حالا شما رفتی یه بستری فراهم کردی که حداقل به لحاظ صدایی و ایناش پخش بشه، یه سریا بتونن حالا از شرایط بازی خبردار بشن، ولی خب همین اجازهش داده نشده بود. اگه اجازهش داده شده بود طبیعتاً خب شما اونجا نه من مثلا نمیدونم انتظار دارن که ما نمیدونم بریم مثلا حالا اصلا به فرض میگم ما بریم درگیر بشیم مخفیانه به زور مثلا 10 دقیقه بریم پخش کنیم. خب الان یه روز بعد ادامهش چی؟ خب الان یه بازی بیایم این درگیری اینا ایجاد کنیم که بازی‌های دیگه کلا نمیتونیم پخش کنیم. کدوم میارزه؟ واقعا شرایطش نبود و امیدوارم دیگه حالا درک بکنم دوستانی که البته میگم این خیلی افراد کمی بودن و در حد 2-3 نفر بودن، یعنی دوستان به همون تشکر کرد یا اگر انتقادی هم بود خب انتقاد کردن، ولی یه سری حرفای زشت رو فقط چند نفر بود که میزدن و اهمیت نداره، فاقد اهمیت بود. آره. حالا از شما دوستانی که دارید این ویدیو رو میبینید خواهش میکنم که با توجه به اینکه میدونید لایک ها و کامنتاتون باعث دلگرمی ما میشه، لایک هم بزنید، کامنت هم برامون بذارید که بتونیم برنامه رو ادامه بدیم. برسیم به بازی. بازی اول باید ببینیم چی منجر به بازی شد، اتفاقات منجر به بازی. خب بعد اینکه ما از شهرداری آستارا باختیم، سیامک فراهانی از تیم جدا شد. حالا شما یه سری میتونن بگن کناره‌گیری، حالا توافق، حالا هر چی رفت بالاخره نبود سر نیمکت به هر حال نبود. آره تیم خودش و کمکاش رفتن. حالا مربی اومد که در موردش صحبت کردیم دیگه، نمیخوام حالا بحث اون رو باز کنم. به هر حال واکنش‌هایی از سمت هوادارا بود و هر وقت که مربی عوض میشه اولین انتظاری که خب وجود داره اینه که خب یه تأثیر
اولیه آدم ببینه، یه شوکی ببینه که مثلا نتایج با تیم، نوع بازی تیم تغییر پیدا کنه. و خب ما تو بازی با خلیج فارس ماشر تو نیمه اول خیلی خوب بازی کردیم به نظر من. حالا یه دقایقی شاید فقط چیزه پاسکاری اونا میکردیم، اونقدر خطر نمید، ولی خب دو سه تا هر چقدر بازی رفت جلوتر موقعیتامون بیشتر شد. حالا یکی دو تا شوت زدیم، زاهد تبار زد رفت اوت، یکی دو تا دیگه هم بود که تا اینکه بالاخره ضربه سر انبساطی وارد دروازه شد. تیم در مجموع تو نیمه اول لایق برتری بود و همه امیدوار شده بودن، ولی خب نیمه دوم جدا از اینکه ما الان بخوایم بگیم که مثلا خط دفاعمون هنوز ضعف داره که واقعا هم داره و باید روش کار بشه، خلیج فارس هم انصافاً یه ربع اول خیلی خوب فشار آورد و این ناراحت کننده است که اونا مثلا یه ربع فشار آوردن و 2 گل زدن. این چیز نگران کننده ای به نظر من و واقعا سناریوی بدی داشت چیده میشد. اصلا حالا ماهایی که پشت دروازه داشتیم فیلم و عکس میگفتیم همه خبرنگارا اونجا همه اصلا ناامید بودن، اصلا دیگه نمی‌رسیم دیگه باید چیکار بکنیم. هوادارا هم می‌دیدم همه، حالا اونایی که عصبانی بودن اونجا داشتن حالا عصبانیتشون رو خالی می‌کردن و اینا. خب ولی خدا رو شکر زیاد طول نکشید و گل مساوی رو زدیم و امید به تیم برگشت. ولی دیگه گل مساوی رو زدیم دیگه تقریبا اطمینان داشتم که گل سوم به حال از راه میرسه و چقدر هم نزدیم. آره خیلی خوب. ولی حالا همین که موقعیت رو میسازیم، ببین بعضی اوقات اصلا بازی قبل بود طرف تا جلوی دروازه میاد هیچ کاری نمی‌کرده، این ور اون ور پاس میداد. این باز حداقل این بازی من اصلا نیمه اول بعد گل اول یه دونه شوت از راه دور خطرناک بالاخره ما از تیم دیدیم، گلرشون به سختی سیو کرد. آره این سبک بازی تیم قشنگ تغییر کرد تو این بازی. من همین رو می‌خواستم بهت بگم. ببین تیمی که میتونه مثلا چه میدونم 10 تا موقعیت ایجاد کنه بالاخره میتونه یه تعدادش رو گل کنه، نه اینکه انتظار داشته باشیم کلا مثلا چه میدونم 2 تا موقعیت داشته باشه حتما اون 2 تا موقعیت رو بریم گل کنیم. بعد اون بعد از اینکه بازی تموم شد من به بچه‌هایی که اینجا توی دفتر بودن و با هم داشتیم بازی رو میدیدیم یعنی میشنیدیم گفتم ببینید بچه‌ها، ما 6 بازی گذشت، توی 6 بازی قبلیمون 2 تا کلا گل زدیم و 2 تا گل هم توی جریان بازی نبود. اون جریان گذشت توی بازی هفتممون که با خلیج فارس ماشر بود، ما 3 تا گل زدیم، حالا بماند که چند تا موقعیت ایجاد کردیم، 3 تا گل هم در جریان بازی زدیم. پس با هر منطقی حساب کنیم تو نمیتونیم بگیم اونجا بد شانسی بود اینجا خوش شانسی بود، یعنی یک تغییری بالاخره رخ داده چون بازیکنام که همون بازیکنان. حالا زیاد نمیشه رو کلمه شانس حالا مانور داد. به نظر من شاید یکی از مشکلات اساسی تیم توی این هفته روی روانی بود و حالا این برد که آوردن به نظر من اعتماد به نفس رو بهشون میده. آره این اعتماد به نفس رو میده، ولی من صحبتم میدونی چیه میگم، جریان حالا روحی و روانی تیم هم که تغییری نکرده. میدونی مشکلات مالکیتی وجود داشت و هنوزم وجود داره، ولی مسلما خب سبک بازی که تغییر کرد روی عملکرد بازیکن‌ها تاثیر گذاشت. ما مثلا دیدیم بازیکنایی بودن که حالا تو هفته‌های اول تو پست خودشون نبودن، سردرگم بودن. این مثلا پژمان نجات بازی اول تو پست خودش نبود، سر یکی از گلا کاملا مقصر بود ولی خب تو پست خودش نبود، نتونست اونجا مثلا توپو اونطوری که باید دفع کنه. ولی این بازی دیدیم بعد اینکه تازه از مصدومیت برگشته خیلی عملکرد مثبتی داشت. در کل به نظر من شاید هم یکی از مشکلات اصلی دیگه اون تیم هم توی 6 هفته اول سیستم بازی بود که اینجا حالا در مورد بازی‌های آینده بیشتر صحبت می‌کنیم حتما. یعنی حالا یک مهمانی هم داریم، همین الان بگم منتظر مهمان که چرز کنم باز صابخونه از خودش، ولی حالا این به کنار بعد از اینکه با مهمانمون صحبت کردیم حتما برمیگردیم به بازی‌های آینده. ولی در کل تو الان به سبک بازی تیم امیدوار شدی؟ یا هنوز به نظرت زوده؟ ببین سبک بازی تیم به نظر من خوبه، یعنی اگه به همین روال ادامه بدن حالا پیشرفت بکنن به نسبت نتایج مثبت‌تر میشه، ولی هنوز خط دفاع تیم ضعف داره. اوکی. خط دفاع تیم ضعف گفتم شاید اونجا نوشته داره از اونجا میخونی. من زیاد در و دیوار رو نگاه میکنم. خیلی خوب. و آره به نظر امروز خیلی دارم سر به سر علی میذارم بچه‌ها. نوبت خودت. در کل اینکه باید خط دفاع تیم هم تقویت بشه به نظر من. اینکه حالا مثلا چند تا موقعیت ایجاد بکنن که 2 تاش وارد دروازهشون، خیلی هم دیگه اصلا میلیمتری رد شدن، موقعیت‌ها خطرناک. بعد اینکه ما 3-2 جلو افتادیم اونا دوباره فشار آوردن، ما میترسیم دوباره گلی چیزی بشه.
باید یکم خط دفاع به نظر من حالا توی نقل و انتقالات حتما تقویت بشه تا نیم فصل. الانم باید تو تمرینات روش کار کنیم به نظر من. حالا در مورد این بازی در مورد نکات فنیش تا حدی صحبت کردیم. در مورد مسائل مالکیتی که اون جریان هنوز ادامه داره و به سرانجام خاصی هم نرسید، یعنی هیچ فرقی نکرده. تنها فرقی که ایجاد شده اینه که یک نفر سومی هم ایجاد شده، یعنی یه در واقع کش و قوس مالکیتی که الان در مورد مالکیت آقای زحمتکش و آقای نعیمی‌پور وجود داشت الان تبدیل به یک مثلث شده، یعنی یک رأس جدید هم ایجاد شده. و جالب اینه که کادر فنی اون نفر سوم هم تازه توی ورزشگاه دیده شده توسط هواداران. نمیدونم چرا یه تیم میتونه این همه خریدار داشته باشه آخرش یه نفر بمونه. چجوریه؟ من الان نمیشه اینا کلا چیزش کنن، سهامی عامش کنن. ببین یه حکمی حالا با قول خودشون حالا هنوز که اجرا نشده، حالا یه حکمی اومده که مثلا آقای نعیمی باید مالکیت بهش واگذار بشه. تو این وسط حالا دوباره رفتی یه مالک دیگه آوردی، دوباره میخوای پرونده جدید باز کنی، دوباره ممکنه بخوای از اون یه پیش پرداختی بگیرین، دوباره بعدا میخوای پولو به اون تیمو به اون واگذار کنید. نکنید. چقدر ببین یعنی کافی نیست علی، به قدری که من از پایان مالکیتی تلخ امسال داماش میترسم، از بعد فنی و اینا واقعا ترسی ندارم من. ببین اصلا بخواد به این روال پیش بره واقعا ممکنه دیگه چیزی از داماش نمونه سالای بعد. این یه چیزیه که واقعا احتمالش هست، اصلا نمیشه جدی نگرفتش. دارن اصلا تیم مسیری میبرن، اصلا هزار جور مشکل قانونی میتونه پیدا بکنه. ببین اونجا توی جلسه‌ای که با آقای جهانبخش آرمان داشتیم هفته پیش، نماینده هوادارا اونجا خطاب به آقای آرمان گفتش که جناب آرمان، ما داریم احساس میکنیم که گویا اصلا یک سازماندهی انگار وجود داره، یک برنامه‌ریزی وجود داره که داماش نباشه. که البته آقای آرمان خندیدن و این قضیه رو رد کردن، ولی این حسی که به هر حال هوادارا دارن که آقا اصلا انگار یک روالی داره طی میشه که این داماش مثل مثلا شاهین بوشهر وجود نداشته باشه، از بین بره انگار. ببین خب انتظارم باید داشته باشیم رد کنم. خب کسی نمیخواد کاری انجام بده، میخوام کار انجام بدم که بعد خب داماش بدترین اتفاق ممکن براش افتاد تا پایین‌ترین سطح ممکن رفت، دوباره برگشت به همون جایی که از قبلش بود و شاید به مذاق بعضیا خوش نیاد. در هر صورت امیدوارم که این بساط برچیده بشه، به حال یه حکم قطعی بیاد، ما بدونیم با کی طرفیم، نه اینکه با 3 نفر طرف باشیم هر کی بیاد یه ادعایی بکنه. حالا دیگه خدا کنه نفر سوم دیگه نیاد حالا بیاد من فلان قد دادم. خیلی خوب. از صحبت‌های بازی قبل و این بحث مالکیتی که بگذریم، بریم یه دونه تیزر ببینیم و با مهمونمون برگردیم. Kızlara müptezel bayan Armanım baba nerede çarşafım Gördüğüm bu paketler benim dermanım. خب برگشتیم با آرمان غریبی نیا، یکی از هواداران خوب و قدیمی داماش و همکاران رسانه ما که حالا با وارش اسپورت با رادیو داماش همکاریایی داشته در گذشته، امروز با ماست. آرمان جان چطوری؟ سلام علی جان، سلام میام خدمت شما تمام بینندگان و هواداران داماش. آرمان جان چند ماه گذشته یه حالا مطلبی ما منتشر کردیم، خودت هم حالا توی گروه‌ها شبکه‌های اجتماعی گذاشته بودی در مورد حالت که سری‌ها نگران شده بودن. در این مورد حالا اگر یک توضیح کوتاهی بدی ممنون میشم. بلندتر البته که شنیدن بشه. والا درگیر یک بیماری هستیم که حالا البته هم تمام دوستان داماشی تیپوسی ها ما رو شرمنده خودشون کردن، پیگیر بودن. حالا داریم روند درمان ادامه میدیم که انشالله بتونیم به اتمام برسونیم. حالا پیش داریم میریم فعلا میجنگیم باشه. خب از این جریان حالا بگذریم. آرمان از کی تو این جو هواداری داماش بودی؟ بخوایم بگیم ببین ما حالا یک زمانی من میگفتم درست یا غلط، ولی الان میگم به غلط. همه یک زمانی اول طرفدار دو تیم دردانه پایتخت بودن، ولی علاقه رو نسبت به اون ریشه داماش که اون زمان استقلال رشت بود خب ما داشتیم. همون موقع بازی ها رو می اومدیم، خب اکثرا چون سن سالمون کم بود موثر بودیم. روزهایی هم بود که
کلاس رو نمی رفتیم و می اومدیم. زمان استقلال رشت یا بعد پگاه و نه شهردار؟ از زمان استقلال رشت می اومدم خب و خب کم کم سن ما بیشتر شد، زمان پگاه و خب میشه گفت دیگه واقعا از اواخر استقلال رشت دیگه اون حس قلبی و به اون تیم تهرانی واقعا ما دیگه از دست دادیم. یعنی کامل فقط پیگیر داماش بودیم. حالا اون زمان بالاخره به خاطر خصوصی بودن ما چند بار تغییر اسم رو داشتیم به پگاه و بعد به داماش. پس از همون موقع تو دنبال میکردی؟ حالا از کی پیگیر خیلی جدی شدی؟ چون من میدونم مثلا بازی‌های خارج از خونه رو میری خیلی روی سکو، حالا فعال و اکتیوی. این از کی؟ از زمان داماش میشه گفت کامل من وقت استادیوم داماش شد. خیلی خب، در مورد استادیوم صحبت کردیم. اون هیجاناتی که تو داری، تو به یک چیزی معروفی توی استادیوم، فشار رو داور. در این موردم بگو. حالا ببین یه چیزی رو واقعا یعنی ما این تاثیرش رو دیدیم، این که واقعا بخوای به رو داور فشار بیاری و حتی تو بازی صداش بکنی و به عمل حالا من خیلی سریع بگم، تو مثلا فوش هم نمیدی خیلی اوقات، یه بحث فوش و اینا نیست. آره نه اصلا بیشتر بازی رو اعصاب یه جورایی. حالا آره. تکنیکای خودت رو داری، حالا چند تاشو میتونی بگی واقعا. آره مثلا آقا این پرچم نیست و بزن یا بهش کارت بده. یه سری فشار از من واقعا میبینم که تو واقعا داوری سر تا پا غلط فوتبال ایران، من واقعا میبینم اینا تاثیر داره. خب حالا جدا از مسئله ای که حالا ما تنها نفوذمون میتونه همین فشار سکو باشه، چون میدونید که آرمان بازی داماش با خیبر اگر اونجا بودی داور چی میگفتی؟ ما زورمون به آقای میسم هیدری نه به دوست آقای تاج زورمون نمیرسه. الان هم که دیگه سمت گرفتن میشه گفت قلمشون تیزتر. بس خوب شد نبودی تو اون بازی. خیلی خب آرمان، تو این سالهایی که ورزشگاه بودی ازت میخوام که حالا خاطره میدونم زیاد داری، دو تا از بهترین خاطرات و بدترین خاطرات رو اگه بگیم فکر میکنم برای مخاطبین ما جذاب باشه که بهترین خاطرات چی، حالا از همون زمان استقلال رشت، حالا فقط هم نباید مربوط به استادیوم باشه، خیلی کلی در فضای هواداری داماش بهترین خاطرات واقعا چیه و بدترین خاطرات چیه؟ اگه بلندتر اگه بخوام بدترینش رو من بگم بازی نیرو زمینی بود. خیلی ها به اون یک غروب غم انگیز و اون بازی سقوط ما از لیگ برتر اشاره میکنم، ولی بیایم قبول بکنیم ما اون سال یک برد میخواستیم و همش میگفتیم این برده رو ما میاریم و دیگه اون روز ما واقعا میدونستیم، یعنی روز اصفهان با اون باختمون حالا به مسائل داوریش کار نداره، ما دیگه میدونستیم که آقا سقوط کردیم، ولی با روز بازی با نیرو زمینی، بازی که ما سر بودیم و بازی خونگی و همه تماشاگر و کامل داور، یعنی جهت بازی عوض که میشه گفت اون فکر میکنم تلخترینش بوده برای من. تاثیرم نتونست بذاره رو داور. ببین چیه یک بازی از اینقدر تو داری خوب کار میکنی واقعا میگه نیازی نیست. آره این بازی سوتش ایراد نداره، من با صحنه دیگر رو گل میزنم، موقعیت دیگر رو گل میزنم، ولی نبردیم تقصیر توه. خب خاطره خوبت حالا بگو. خوب دو تا خاطره خوب من دارم. یه دونش خاطرم هست، بازی با هما بود، ما بازی رو عقب بودیم، سلامی بخش 2 تا گل زد آخر بازی. چه سالی بود تقریبا؟ من چون فکر نمی کنم اون موقع بازی رو دنبال می‌کردم. خیلی قبل بود، فکر کنم دهه 70 بود اگر بعد دوستان 79 اگر بود فکر کنم. خب چی شد اونجا؟ 2 تا دقیقه 85 6 به بعد بود که آخر بازی، یعنی یه گل زد کم، فکر کنم تو اختزاوه هر دو تا هم آکروباتیک زده بود. اون بازی یعنی خیلی یعنی واقعا حس کردیم. بازی بعدی هم بازی سایپا بود که رفتیم فینال حذفی. من اون موقع آیسیو کار میکردم، خاطرم هست که من چند کیلو شیرینی گرفته بودم که به بچهای اتاق عمل یادت با هم یه قراری هم گذاشته بودیم و بهش عمل هم کردیم، ما همونا آبی بکنیم. آره با هم پا شدیم رفتیم فینال و با هم دیدیم. من خاطرم از کشیک بودم و مسئولم گفت که آقا برو، ولی اگه بردی با شیرینی عمل رو باید شیرینی بدی با بچه‌ها ما. حل ما همونم که آره گفتیم آبی بکنیم و اگه بردیم که خب یک عکسامون هم بالا فکر کنم باشه اگه پیدا کردم حتما من میذارم اینجا.
این دوران گذشت، حالا با خاطرات خوب و بدش رسیدیم به داماشی که الان هست، داماشی که در لیگ 1 حالا شرایطش هم زیاد جالب نیست، چه در زمینه فنی حالا به غیر از این برد هفته پیش، چه از نظر مالکیتی. در مورد الان داماش نظرت چیه؟ الان که ببین ما دو مشکل، من نظر شخصیمو میگم، من دو مشکل اصلی ما داشتیم. یکی مسئله مالکیتیه که هنوز حل نشده، داره وضعش هم احساس کنم بدتر میشه با این مالک سوم، و مسئله سیامک. حالا ایشون که رفته، ولی اجازه بده من اینو بگم که حالا من به شخص من احساس میگم ایشون اون بار فنی لازم و برای هدایت تیم توی دیگه یک نداره، و مخصوصا با ابزاری که داره. این ابزارم حالا در مورد نحوه فنی سیامک ما اینجا صحبت کردیم که تقریبا ریسکی بود که انجام داد. حالا بیشتر میدونیم، بیشتر من احساس میکنم اون عدم دانش فنیش باعث شد، چون این بازی که من دیدم، حالا جدا از اون شوکی که معمولا با اومدن یک مربی به تیم وارد میشه، من احساس میکنم اون اصطلاح بازی گرفتن از بازیکن‌ها، آقای نظر محمدی راحت‌تر تونسته بازی بگیره. خب ولی در کل من در کل به این تیم امیدوار هستی؟ برای صعود؟ نه، برای موندن حالا بیشتر بگیم. برای موندن انشاءالله، ولی با این دعوای مالکیتی نه. فکر نمی‌کنی که حل بشه این قضیه یعنی به زودی؟ ما آقای آرمان اون روز ما صحبت می‌کردیم، گفتن که الان تو حرفشون زد و نقیض زیاد دیدم، ولی گفتن که ورود میکنن. البته ایشون دلخور بودن که چرا منو در جریان قرار ندادن. ما تیم‌هایی که انتقال مالکیت دارن از 0 تا 10 چیزی نظر ما انجام میشه، ولی خب ایشون به عنوان نفر اول ورزش استان و پدر یک خانواده دیگه، حالا بچه‌ت یه خطایی کرده، الان که دیدی به مشکل خورده میتونی ورود کنی. البته این یک همیاری جمعی رو میطلبه، یعنی آقای الماس خاله هم باید ورود کنن که من احساس میکنم لااقل از سمت ایشون این حالا اگه نگیم راغب نیستن، این انرژی لازم. در کل تو بس فکر میکنی که پایان این فصل ما خوشحالیم یا ناراحتیم یا خنثاییم؟ چیم حسمون؟ واقعی میخوام باشن با بودن آقای زحمتکش خیلی سخته که ما بخوایم بمونیم، چون میدونیم سال 3 تا تیم مونیم سقوط میکنن. با بودن آقای زحمتکش من فکر نکنم بتونیم بمونیم. خب ممنونم که تو این برنامه شرکت کردین. گفتگوی ما بود با آرمان. آرمان جان اگر خودت هم صحبتی داری مستقیم با هوادارا که میتونی صحبت کنی و بعدش هم که دیگه خدافظی کنی و بتونی برنامه رو ادامه. ممنونم از شما. به هر حال تو خیلی وقتا که ما کیشیک هستیم یا دسترسی نداریم، که یعنی وقتمون زمانمون به شکلی نیست که بتونیم بیایم ورزشگاه، زحمت میکشی و هوادارهای واقعی داماش که نشون دادن که لااقل تو این چند سال با این مشکلاتی که رخ داد نشون دادن که تنها اسطوره‌های این تیم شما هستید. یعنی ما اگه قرار زمانی نام ببریم که اسطوره داماش کی هست، تک تک هوادارا رو باید نام ببریم، تا افرادی که یک زمانی اومدن و تو این تیم توپ زدن و دستمزدشون رو گرفتن و رفتن. ممنونم از شما هم که وقت دادیم ما رو دعوت کردید تو این برنامه. مرسی. برمیگردیم و در مورد بازی هفته آینده داماش با شما خواهیم بود. برگشتیم، صحبت‌های آرمان هم شنیدیم. برسیم به بازی بعدی، بازی داماش در مقابل مس شهر بابک. مس شهر بابک تیمیه که الان تو سومین فصل حضورش تو لیگ 1 و در حال حاضر با 2 برد، 1 مساوی و کنم 4 باخت دیگه تو رتبه 11ام. مثل شهر بابک تیمیه که 3 تا بازی اولش رو باخت، 4 تا بازی اولش اصلا گل نزد، ولی بعد یهو اومد تو خارج از خونه پارس جنوبی رو 3-0 برد، بعد مثل سونگون رو 1-0 برد، هفته قبل البته دوباره 1-0 باخت بکنم با آریو باخت. و در هر صورت تیمی که تو میانه جدول حالا بعد شروع کرد یه خورده، بعدن شرایطش استیبل شد. با این حال
به نظر من طوری نیست که مثلا ما الان بریم تو اون بازی و از پیش باخته باشیم، با توجه به اینکه حالا بردی مقابل خلیج فارس به دست آوردیم و یکم روحیه به تیم برگشت، هم حالا سیستم تیم عوض شده میشه به بازی امیدوار بود، همین که به حال مشکلات روحی روانیشون شاید یه خورده کمتر شده باشه، فشاره یه خورده برداشته شده باشه. به نظر من میشه به این بازی خوشبین بود. نتیجه رو بخوای بگی؟ شاید یه خورده زیادی خوشبینانه باشه ولی من برد مساوی داماش میگم. خب یا برد مساوی. آره میتونه مثلا 0-0 1-1 چیزی بشه، میتونیم حالا یه یکی چی ببریم، به نظرم امکانش هست. من حالا نظر شخصی خودم بیشتر رو همون 1-1. من در مورد حالا تاکتیکای نظر محمدی توی خارج از خونه زیاد باید واقف نیستم، حالا چون سال‌هاست تو داماش نبوده، واقعا من بازیش دنبال نکردم، بازی تیماش باید دید چه تاکتیک اتخاذ میکنه، ولی احتمالش هست با توجه به روالی که در پیش گرفته شده اگه عملکرد خط دفاعیمون به نظر من خوب باشه، یکی دو تا مثلا موقعیت خوب داشته باشه میدونستی که میشه. با توجه به اینکه خود مس شهر بابک 11ام جدوله، ما اگر ببریمش، حالا نمیگم 11ام میشیم ولی میتونیم از مس بالاتر بشیم. آره اونا 7 امتیازن، 2 امتیاز باشه اختلاف ما داریم، 5 امتیازیم، آره. میشیم 8 امتیازیم. سرمربیشون آقای قاسم شهوایی به حال تو اکثر تیم‌های کرمانی مربیگری کردن، حالا آرمانگر بوده، گلگهر بوده، این مربی حالا در مورد خود بازی که قطعاً مثلا پیش بازی می‌نویسی و مخاطبین ما توی اینستاگرام و سایت وارش اسپورت حتما میخونم. من خودم فکر میکنم که بازی 1-1 بشه. آرمان هم اینجا هنوز با ما هست. آرمان فکر میکنی بازی بعدیمون با مس شهر بابک نتیجهش چی میشه؟ من 1-0 بده. 1-0. هانیه 1-0. شما مساوی با گل یا بدون گل؟ 1-1. خب دو نفر گفتیم 1-1. تو خونسا بودی تقریبا، دو نفرم گفتن 1-0. احتمال یکیچش بالاتره. آره، نظر سنجی هم میذاریم که به هر حال هواداران بتونن نظر خودشون رو بگن توی کانال تلگرام. علی یه نکته حالا با مزه، اگه دقت کرده باشی علی هاشمی، آیا هاشمی، آره، توی گزارشاش به این تیم که حالا اسمش رو الان نمیخوام بهت بگم، بله میگه چادر ملو، مثل خربزه ملو تو زبان انگلیسی. خربزه ملون. میدونی اسمش چیه؟ اسم این تیم واقعا چیه؟ نمیدونم تا امروز واقعا نمیدونم. چادر ملو نیست. نه تو میدونی اسمش چیه این تیم؟ نه، چادر ملو. چادر ملو اسمش. لو. آره من نمیدونستم، خیلی اسم عجیبیه. حالا برای زبان ما احتمالات داره عجیب باشه، شاید برای بومیای همونجا گزارشگرانی که دارین برنامه رو دنبال می‌کنید چادر ملو. آره با یو آخرش یو داره. آره ملو. خب آره، حالا اینو چرا گفتم؟ بازی بعدیمون 4 تا بازی بعدیمون که حالا توی اینستاگراممون و یوتیوبمون هم منتشر شده به این ترتیبه: مس شهر بابک، پارس جنوبی جم، چادر ملو اردکان و آریو اسلام شهر. جمعه هفته بعد بازی خونگی داریم، اونایی که به حال تعطیل هستین حتما. آره دو تا از بازیامون خورده جمعه. بازی ساعت 3 تو ازودی 3:30. 3:30. آره. از من آره اونایی که سر کار میرن و اینا. آره دیگه، یعنی بعد از اینکه با مس بازی کردیم هفته بعدش جمعه 5 آبان ساعت 15:30 ورزشگاه ازودی رشت دیگه احتمالاً پر بشه. بلاک‌های ما هم بشه. آقا قسمت خانوما رو چیز نکردن، باز نکرده. حالا نمیگم خانم حتما بیان ولی جاش هم خالی مونده. الان اصلا این بازی هم که دیدیم یه سکوی هست، حالا مثلا بین سکوی تیفوسی 2000 تا اونجا، 1000 تا 2000 تا جا میشه. اون وسط هم نمیشه این. آره بین این دوتا هم عجیب بود. حالا توی اون بازی من فکر می‌کنم هم همه اینا پر بشن. از قبلا با دوستان هیئت فوتبال من صحبت می‌کردم، میگفتن که جایگاه مهمان هم نصفش باز میتونه به هواداری ما برسه در بازی خیلی خاص، خیلی پر بشه دیگه. آره من فکر می‌کنم این بازی پارس جنوبی این پتانسیل رو داره که خب آره البته تایم بعدی، ولی خب جمعه است دیگه. آره تیم سابق لیگ برتری، حالا یه سری اسمشو شنیده باشم، میخوام فکر کنم بازی مهمی مثل کرمان که بازیش نسبتا خوب شروع شد، هم که بازی اول بود مردم هیجان داشتن و به هر حال تیم شناخته شده. خیلی خوب، رسیدیم به پایان وارش تاک این هفته. آره تموم شد. حرفی گپی سخنی اگر چیزی آره داری میتونی بگی. در غیر این جملات قصار نمیخواد بگی ما فلان اینا رو ولش کن. جمله نرم واقعا الان فقط
این برد اخیر. علی بردیم چقدر راحتی اینجا هرسمون نمیخوره. آره الان خودم رو کلات نوشته فری. آره راحت خلاص. آزاد. ببینن اسکلت آزاد. دیدن چرا ما همچین کلاهایی داریم؟ بابا کردم بریم دوست دارم بریم.